پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت گفتن که کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا. این یک بشارت و خبری خوشی است برادران عزیز و بزرگوار برای من و شما امتهای جناب پیغمبر. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که تمام امتهای من داخل جنت میشوند مگر داخل جنت نمیشه شخصیتی که خودش جنت نخواهد. سبحان الله. برادر عزیز و بزرگوار، یک سوال: آیا هست انسانی که جنت نخواهد، جنت رفتن نخواهد؟ هست چنین شخصیت؟ فکر میکنم کسی ایمانی به خدا و پیغمبر داره او از جمله اینها نیست که نخواهد جنت رفتن، همه آرزوی جنت داره. این سوال در دور جناب پیغمبر هم شده بود. وقتی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تمام امتهای من داخل جنت میشوند، داخل جنت نمیشود شخصیتی که خودش جنت نخواهد. اهل اصحاب پرسیدن قالوا و من یبا یا رسول الله. گفتن یا رسول الله هست شخصیتی که جنت نخواهد، جنت رفتن، داخل شدن جنت نخواهد؟ اهل اصحاب وقتی پرسیدن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقد ابا. جناب پیغمبر گفتن هر شخصیتی که اطاعت من نکنه، پیروی من نکنه، موافق سنت من زندگی کنه، او شخصیت داخل جنت می شود. اما هر شخصیت اطاعت نکرد، پیروی نکرد، طبق سنت من زندگی نکرد، موافق حیات من حیاتش نگذرانید، جناب پیغمبر او شخصیت خودش جنت نخواسته است. اکنون ببینه برادر عزیز بزرگوار که وقتی که من و شما طبق سنت جناب پیغمبر، طبق حیات جناب پیغمبر حیات نداشته باشیم، عبادت نداشته باشیم، ما خودمان جنت نخواسته ایم. متاسفانه امروز اکثر سنت های جناب پیغمبر از حیات ما مسلمان ها دور شدگی هستند.